ریاضیات. بر همه معلوم است که لسان وسیله افهام و تفهیم است. قدیمی‌ترین لسان طبیعت که مقدم بر همه لسان‌ها است، ریاضیات میباشد. انسان‌ها از ابتدای پیدایش با این لسان آشنایی داشتند. با آغاز زندگی ابتدایی انسان‌ها تنها موجود با شعور روی زمین بودند و آنها دو دست و دو پا را می‌شناختند. شناخت تعداد افراد خانواده، شمارش دشمنان هم نیازمندی‌های حسابی را نشان می‌داد. در آن زمان چوپان می‌توانست بداند که یکی از گوسفندانش گم شده است، بی آنکه بتواند رمه‌اش را حساب کند. تمامی انکشافات و اختراعات در علوم و تکنولوژی مدرن امروزی به پیمانه وسیع مدیون این علم است. بدون دانش ریاضی نمی‌توان به اسرار طبیعت پی برد. گالیله می‌گوید ریاضی زبان قوانین طبیعت است. تمام معاملات تجارتی و غیر تجارتی که در حیات روزمره با آن سر و کار داریم به علم ریاضی ارتباط دارد. یعنی بدون علم ریاضی نمی‌توان به خوبی و درستی معاملات تجارتی و غیر تجارتی خود را پیش ببریم. ریاضیات را مادر علوم می‌گویند چون سبب یادگیری علوم دیگر می‌شود. پس ریاضی را این گونه تعریف می‌کنیم: ریاضیات از کلمه متماتیکس گرفته شده به معنای دانش و دانایی و در اصطلاح ریاضیات علمی است که از محاسبه و اعداد بحث می‌کند.